قاعده 88 صفات و افعال خالق را تکییف نکنیم. چی معنا تکییف نمیکنیم؟ یعنی در کیفیت ازو زیاد سخن نمیگوییم. اگر یک کس ما را پرسان کرد که اینی صفت الله میشنوه؟ بله میشنوه. الله عالم الغیب است؟ بله عالم الغیب است. کیفیت داره افعال الله؟ بله کیفیت داره. صفات الله کیفیت داره؟ بله کیفیت داره. چه قسم از کیفیتش؟ ما کیفیتش نمیفهمیم. پس ما در کیفیت صفات که مربوط غیب است مداخله نمیکنیم، گپ نمیزنیم، تسلیم هستیم. نفهمیدیم؟ فهمیدیم معنای تکییفه؟ بعضی کسا تو فکر میکنن که العیاذ بالله صفات و افعال الله کیفیت ندارن. معنای بلا کیف این نیست. میگه ید بلا کیف الله. ای اگر کس بگه یک بلا کیف، این کیفیت داره. بلکه ما میگیم بلا کیف. چرا استعمال میکنن؟ معنای بلا کیفی است که یعنی ید الله بلا فهم کیفیته لدینا. یعنی کیفیتش ما نمیفهمیم اما کیفیت داره. حالا چطور الله سبحانه و تعالی مثلا صفت سمع را داره، میشنوه، و ما بگوییم که نه ولی این کیفیت نداره، بلا کیف است؟ گفته نمیتونیم. بلکه میگیم نه خیر، الله سبحانه و تعالی سمیع است، علیم است، قدیر است، عالم الغیب است، اما کیفیتش مربوط غیب است، ما نمیفهمیم. ما در امور غیبی نمیفهمیم فقط. صحیح شد یا نشد؟ فهمیدی یا نه مفهومه؟ پس ما صفات الله سبحانه و تعالی و افعالش چی؟ کیفیت. از این خاطر وقتی که برای و بحث کردن در این مسائل در کیفیتش چون مربوط غیب میشه، این بدعت است، ناروا است. در امور غیبی بحث کردن و مداخله کردن چی است؟ خودش ناروا است، خودش بدعت است. علمای صحابه و تابعین و تبع تابعین این سوالا را نمیکردن. میفهم مربوط غیب است، خلاص ما تفویض است. الله کما یلیق بجلاله و عظمته. صفات الله و افعالش اما قسم است که به جلال عظمت الله شایسته است. از این خاطر امام مالک یکی از علمای سلف است. فکرتان باشه امام مالک که از جمله علمای سلف است و رئیس مذهب سلفی هست، مذهب مالکی هست. یکی از علمای سلف است، تابعی هست، و یکی از رهبرای مذهب اهل سنت است. وقتی که یک کس آمد در مجلس امام مالک رضی الله تعالی عنه و برش گفت که یا امام برای ما این آیت خواند که ثم استوى علی العرش. ای گفت باش من یک سوال دارم. گفت چی سوال داری؟ کیف استوى؟ ببین از کیفیت سوال کرد. امام مالک رضی الله تعالی عنه برش گفت که جناب عالی الاستواء معلوم. استوا چی است؟ معلوم است. ام لفظش معلوم است، ام معنایش. والکیف مجهول. کیفیتش چی است؟ مجهول است. والایمان به چی است؟ والایمان به واجب. ایمان به چی است؟ واجب است. والسؤال عنه بدعت. پس سوال کردن از کیفیت صفات و افعال الله چی است؟ بدعت است. گفت این بدعتکار از مجلس ما بکشین که حلقه درس ما را خراب میکنه. بردم بین متکلمین که تزمو جال جنجال شروع کرد، کشیدش از مجلس. گفت مبتدع است، بدعتکار است. بفرمایید عقیده دیدن عقیده اهل سنت و جماعت می است الاستواء معلوم. تمام صفات الله معلوم است، تمام افعال الله معلوم است. کیفیت از اینا چی است برای ما؟ مجهول است. ایمان به این صفات افعال چی است؟ واجب است. و در قسمت کیفیت از اینا سوال و جر و بحث کردن و ایده کلی از او زدن، این چی است؟ این بدعت است که سبب شده که فرقه های گمراه زیاد مثل مشبهه و مجسمه و ممثله و معطله و مؤوله و یا پیدا شدن. فهمیدی یا نه؟ از این خاطر بسیاری کتابا را شما کتاب ملا علی قاری را بخورین، یک کتاب از به نام امام صاحب ابو حنیفه رحمت الله علیه نسبت داده شده به نام الفقه الاکبر. بعضیا میگه که از خودش، از بعضیا میگه نسبت داده شده. به هر صورت هر کدام که باشه اهل سنت امیر پذیرفته. و کتاب دیگه هست
که چی هست؟ کتاب دیگه هست که همین کتاب فقه امام ابو حنیفه را چی کردن؟ شرح کرده به نام شرح ملا علی قاری سر فقه اکبر امام ابو حنیفه رحمت الله. این ما در مدرسه میخوانیم. در این صفحات اول از اینکه بخونی بسیار بدگویی برای کی کرده؟ برای متکلمین کرده. گفته این متکلمین مشکلشان چی است؟ که اینا این عقل خود از نس کده بالاتر فکر میکنه، میخواد که همین در امور غیبیات هم که چی داخل شوه؟ عقلی داخل شوه. و مشکل بسیاری فلاسفه که کافر میشن و مرتد میشن و گمراه میشن علتش چی است؟ که در امور غیبی از عقل کار میگیرن. عقیده قرآن و سنت امی هست که در امور غیبی انسان مسلمان باید چی باشه؟ تسلیم باشه و در او مداخله نکنه در امور غیبی.